فرد یا جمع، ایندیویژوالیسم یا کامیونیسم، مالکیت خصوصی یا نظام اشتراکی. این تمایزها جوهر هر دوتاش اینه که جوهر اونجایی که فرد اصالت داره و مالکیت خصوصیه، اینجا فرد آزادتره. به این دلیل بهش میگن آزادی گرایی، یعنی ادعا میکنن که این کلمه به معنی لیبرالیسم به معنی آزادیه و کسی که لیبراله یعنی تلاش میکنه در همه حوزه ها مسئله خصوصی رو برای خودش مسئله رو قطعی کنه. وقتی که با این زاویه نگاه خصوصی به همه چیز و نگاه مالکیت خصوصی به همه چیز پرداخت، حالا آزادی عمل داره در استفاده از اونها، در مدیریت بر زمان خودش، مدیریت بر تجهیزاتی که تابعش هستن، آزاد. اما برعکس در یک جامعه چپ، جامعه که کمونیستیه و جامعه که سوسیالیستیه، مالکیت خصوصی نیست، مالکیت عمدتاً عمومیه، مشترکه، همه چیز مشاع. نتیجهش اینه که شما در بهره گیری از وسایل آزادی عمل ندارید. ساعت تردد قطار مترو ایستگاه به ایستگاه با برنامه شما هماهنگ نمیشه، شما باید با اون هماهنگ بشید. سرعتش با شما هماهنگ نیست، شما باید با اون هماهنگ بشید. بعدم یه مسیر مشخصی رو میره دیگه، یعنی مسیری که مترو میره یا مسیری که اتوبوس شرکت واحد میره یه مسیر مشخص خطی هماهنگ شده است. اما اتومبیل شخصی جوریه که شما میتونید مسیر رو خودتون تعریف کنید، از کوچه به کوچه برید، نمیدونم خیابونا رو عوض کنید. خب یه موقعی همه یه خونه داشتن، حالا بهشون میگفتن خونه‌های ویلایی. طرف یه خونه داشت و حیاتش هم مربوط به خودش بود. اما امروز ماجرا دیگه متفاوته. امروز 40 تا 50 تا واحد خونه داخل یک مجتمع، داخل یک برج هستن. اینا یک حیات دارند و بلند مرتبه سازی که شده. داخل خونه ها تا 50-60 سال پیش در ایران یه حوضی بود، یه حیات کوچیکی بود، یه باغچه کوچیکی بود، احیانا یکی دو تا درخت بود. تختی میگذاشتن و فرشی رو اون پهن میکردن، مینشستن، سماوری میگذاشتن و شبای بهار و تابستون روی اون تخته مینشستن، شامشون رو میخوردن. و طبعا دیدید دیگه داخل بعضی از این فیلم‌های قدیمی هندوونه رو وقتی میآوردن از بیرون، پدر خانواده میومد هندوونه رو مینداخت داخل اون آب حوض، داخلش هم یک دو تا ماهی بود، کنار همون حوض هم وضو میگرفتن، صورتشون به آب به اصطلاح یعنی چشمشون به آب میافتاد و فضایی که داشت، حالا تجسماتی که بود دیگه. حالا یه موقعی نصف شب کسی میومد رد بشه از کنار اون، غالبا دستشویی و مستراح و اینا گوشه حیاط بود، داخل خونه نبود. کسی نصف شب رد میشد، حالا ماه رو داخل آب میدید، قدم میزد، یعنی جایی بود برای قدم زدن و احیانا باغچه‌ای بود، مرغ و خروسی داخل اون میلولید، ماهی بود و اون هندوونه داخل آب و فضای باز و دیدن آسمان و ستاره ها. اما وقتی در نظام اشتراکی اومدن یه مجتمع ساختند، 50 تا 100 تا خانواده داخل یک مجتمع، حالا یه حیات کلی داره، همه با هم مشاهده دیگه، همه با هم استفاده کنن. دیگه اون حوزه نیست، دیگه اون تخته نیست، دیگه اون باغه نیست، باغچه نیست. اومدن اون باغچه رو عمومی کردن، رفتن چیز درست کردن به اسم پارک. یه جایی باشه مثلا تو هر محله‌ای که 1000 تا خانواده هست، یه جایی درست کردن، 4 تا درخت و 4 تا تاب و اسباب بازی، محل معتادا و محل دزدا و محل خلافکارا و محل بزهکارا و هیچ. اون آدمای پدر مادردار و آدم حسابیا که یه موقعی راحت با طیب خاطر با آرامش می‌نشستن داخل اون حیاط، روی اون تخت شامشون رو می‌خوردن، فضای آرامی بود، هوای خنکی بود. حالا دیگه اونها این آرامش رو ندارن دیگه، بلنش بری داخل پارک، بالاخره از این طرف اراذالاوباش رد میشن، از اون ور معتادا، از اون طرف اون، یعنی تعلقی وجود نداره دیگه. یعنی سیستم های اجتماعی مطالعه شده و تجربه شده چند هزار ساله رو بشر مدرن اومد به سادگی به هم زد و امروز هم همه اسیرن دیگه. بالاخره همه اسیرن که منت هم میگذارن شهرداری‌ها که ما برای شما پارک درست کردیم، بالاخره خیلی لطف کردن. خب چرا یک زنی میتونست در یه خونه قدیمی یک مثلا روزهای طولانی از خونه نیاد بیرون؟ نیازی نداشت بیاد بیرون، چون بالاخره شاغل که نبود، چون داخل خونه حیاط داشت، حوض داشت، درخت داشت، مرغ و خروس داشت، تاب بود، آسمون رو میدید، داخل حوض ماهی بود. هر چیزی رو که میخواست بره بیرون ببینه تو اون فضا
براش فراهم بود. اما وقتی امروز یک مجتمع آپارتمانی در وسط شهر یا جنوب شهر مثلا 60 متر و هر واحدش 70 متر، خب 60 متر 70 متر آدم‌ها راه میرن میخورن به هم، خب اون خانم اونجا کلافه میشه دیگه، مجبور بلند شه مثلا برای برداشت فشار روحی روانی از خودش، مثلا حالا همسرش که رفته بیرون کار کنه، اون که بالاخره محیط کارش بیرون، حالا اگه خانم خونه دار باشه خودش شاغل نباشه مجبور بره بیرون، مجبور بره بیرون یک قدمی بزنه، حالا قدم بزنه یا مجبور بره راسته خیابون رو بگیره، پیاده رو بره، مغازه ها رو ببینه که خب مورد علاقه خانوماست، مغازه گردی، یا بره داخل این پاساژ ها و مال ها، فروشگاه ها رو، کالاهای برند رو ببینه، یا اینکه بره داخل این پارک ها که هر دوتاش محل معطلیه دیگه. یعنی وقتی که در پارک ها و محیط اینجوری صرف میشه، خب محیط نامناسبی، پارک ها غالبا محیط سالمی نیستند هیچ کجای جهان از جمله داخل ایران. مال ها و پاساژ ها و مغازه گردی هم که کار خوبی نیست. لذا یک عاملی که زن و مرد، پسر و دختر رو از خونه بیرون کرد، همین سیستم نظام اشتراکی مجتمعات ساختمونیه. حالا ساختمونی 4 طبقه است، مثلا هر طبقهش مثلا 2-3 واحده، میشه 10-12 تا همسایه با یه حیاط مشترک، با یه پارکینگ مشترک، با یک اوناش که بلند مرتبه سازیه و برج، یه دفعه مثلا 100 تا واحد داخل یک ساختمونه و 100 تا خانواده داخل یک ساختمون بدون حیاط، بدون اون حوض، بدون دیدن آسمان. طبعا اعضای این خانواده، آقایون که برن سر کار طبیعتاً یه سری از آقایون بازنشستن دیگه، پیرمردایی که بازنشستن، خب اینا چیکار کنن؟ میگه حیاط که نیست که مثلا داخل اون خونه که گفتم یه تختی باشه بنشینن و تکیه بدن، مثلا حالا اون موقع قدیما قلیون میکشیدن. اون پیرمرد مجبوره بیاد بره توی پارک با اون مشکلاتی که پارک داره. حالا داخل اون پارکاشون هم اینا یه بساط شطرنج درست کردن، میزهای ثابتی که پیرمردا بیان بشینن شطرنج بازی کنن. حالا پیرزن چیکار کنه؟ پیرزن مالش بره پارک. آقایون میرفتن سر کار، خانمایی که نمیتونن برن سر کار یا شاغل نیستن، خونه دارن، خب داخل خونه کوچیک آپارتمانی که نمیشه صدا کرد، بالایی‌ها و پایینی‌ها و اینوریا و اونوریا صدا اذیتشون میکنه، داخل خونه هم که نمیشه راه رفت، محلی برای تردد نیست، زندگی آپارتمانی و 1001 بیماری. وسط خونه، در قلب خونه، یه چیزی به اسم مستراح یا به قول غربی‌ها توالت که بسیار بسیار بده و بسیار مشکل داره. و آشپزخونه هم که اوپنه، کسی که داره آشپزی میکنه که کلا توی دیده. حالا این خانم حتما پس مثل اون پدر بزرگ مادر بزرگی که بازنشسته است، اسرش تو خونه سر میره، بیرون حیاتی نیست بره داخل حیاط یه دوری بزنه، بعد بره بیرون تو خیابون بگرده. لذا فضای درست شد برای اینکه یکی از عواملی که خانم ها مجبورن برن بیرون یه چرخی بزنن و تبعاتش هم خب طبعا زیاده، یکیش اینه. مسئله بعدی پسر دخترای داخل خونه هستن، نوجوانایی که حالا این نوجوانا خونه محیط آرامش نیست، خونه محیط این نیست. حالا بالاخره خونه‌های قبلی و قدیمی زیرزمینی‌هاشون نیم طبقه بود، یعنی یه مقداری اون زیرزمینی پنجره داشت توی حیاط. خب محل کار کارگاهی پسرا بود دیگه، یعنی پسرای خانواده بالا که اتاقا مشترک بود و پدر مادرشون رو کارشون انجام میدادن، میومدن پایین مطالعه میخواستن کنن، نمیدونم کار دستی داشتن، کار آزمایشگاهی داشتن، یا با رفقاشون میخواستن بنشینن بلندشن، برای خودشون فضای دنج داشتن. دخترها هم جداگانه. خب وقتی این نیست، پدر بزرگ مادر بزرگ باید بره بیرون، چون محیط آپارتمانی کوچیک، زن خونه خفه میشه تو خونه، باید بره بیرون. پسر و دختر جایی برای دویدن و کار کردن و فعالیت و محیط خلوت کارگاهی ندارن، باید برن بیرون. ولی ما افتخارمون اینه که مسکن مثلا مهر ساختیم، دادیم به فرد. خب معماری اجتماعی ما تحت تاثیر معماری ساختمونی ما ویران میشه. ولی اگه شما همون خونه رو بیای برای فرد ایجاد کنی، یعنی همون خونه‌ای که داخل فیلم‌های قدیمی دیدید، یا احیانا پدر بزرگ مادر بزرگاتون هنوز توش تهران یا شهرستان ها اونا رو داشته باشن، دیگه الان معروفن به خونه‌های کلنگی. اگر چنین نمونه‌ای باشد که شما دیده باشید، وارد میشید یه حیاط کفش موزاییک، یک باغچه کوچیک و یک حوض کوچیک و یک تختی اون گوشه و 4 تا پله میخوره میره بالا داخل اتاقا، و بعد اتاقا اندرونی بیرونیه. اندرونی اون بخشیه که اعضای خانواده راحتن، مطبخ و آشپزخونه و نشیمن اصلی اعضای خانواده است، راحتن، خانم‌ها اونجا راحتن، آقایون راحتن.
بیرونی اونجاییه که از داخل حیاط مهمون میاد میره اونجا، همونجا محصوره، از همونجا میاد میره بیرون. مستراح یا به قول غربیان WC و نمیدونم توالتشون هم که بیرون توی حیاته. اون فضا یه فضاییه که داخلش میشه کسی چند روز نره بیرون. پدر بزرگ مادر بزرگی باشه که راحت باشن، بچه‌ای باشن که صرفا برای مدرسه میخوان برن بیرون، دوستاشون رو بتونن صدا کنن، داخل اون فضا راحت باشن. و خانوما احساس کنن که یه محدوده‌ای در اختیارشونه، فضای باز حیات، زیرزمینی، داخل خونه و داخل خونه هم اندرونی بیرونی. اما در یه مجتمع آپارتمانی در یه واحد 60 متری 70 متری چیزی به نام اندرونی بیرونی معنی نداره. محل پذیرایی که حاله، یعنی همون جایی که دید داره روی توی به اصطلاح آشپزخونه، وقتی اسمش با خودش اوپنه یعنی بازه. آشپزخونه که بازه، مطبخ یه جای دیگه ای نیست، آشپزخونه یه جای دیگه ای نیست. همین مهمونی که اومدن نشستن داخل همین حال، اینا اشراف دارن به آشپزخونه. دیگه نمیدونم خواب، نمیدونم دو خوابه و سه خوابه، دو تا سه تا اتاق که هست اسم اینا رو میزنن خواب. خب یه کسی هم بخوابه اون وضعیت حمام و دستشویی وسط خونه، صدای آب و صدای به اصطلاح سیفونو. این شد زندگی مدرن. حالا چرا خانم‌ها میان بیرون؟ چرا بی‌حجابی زیاده؟ چرا آقایون عصبی‌ان؟ چرا بچه‌ها تربیتشون توأم با ترس و لرز و اضطرابه؟ و بچه‌ای که از 8 و 9 شب بهش گفتی ندو، پایینیا اذیت میشن، نمیدونم ساعت 11 شب صدا آب باز نکن، فشار آب تو لوله‌های مجتمع‌های بلند زیاد، صدای آب همه رو اذیت میکنه، نمیدونم مهمون که اومده هی به این گفتی صدا نکن، داد نزن. خب این از بچگی همه مضطرب و همه نگران بار میان. اینا البته مدرنیته است، یعنی وجوه زندگی مدرن. اینا بهش میگن سوسیالیسم، نظام اشتراکی. شما در مترو زندگیتون اشتراکیه، در اتوبوس زندگیتون اشتراکی و کمونیستیه. در مجتمع آپارتمانی که داخلش هستید میلیاردها تومان میدید اون خونه رو میگیرید، شما الان درگیر یک زندگی اشتراکی هستید. اما یه چیزی بوده، سنت بوده، بد بوده. اون خونه‌ای که حیاط داشت و حوض داشت و اون سازوکارها رو داشت، اینا مال اون پیرمرد پیرزنای مثلا قدیمی بود. اینا اصلا چیزای غلطی بود. الان ما دیگه مدرن شدیم. الان پنت هاوس، یعنی یه جایی مثلا داخل خونه اون بالا. ولی همین. پس شما بین نظام لیبرالیستی با نظام کمونیستی، بین نظام اصالت فرد با نظام اصالت جمع، بین اونجایی که مالکیت خصوصیه، شما ماشین خودتون رو دارید، خونه خودتون رو دارید، امکانات خودتون رو دارید، تا اونجایی که همه چیز اشتراکیه، شما خونتون، ماشینتون، وسایلتون، همه چیزتون اشتراکیه، شما بین اینا الان میتونید تفکیک بگذارید. هر دوتاش غلط و هر دوتاش بهره‌ای از واقعیت داره.